در بین مسلمان ها متاسفانه جریاناتی که فعلا به عنوان جریانات متصوف شناخته میشه، اونا دانسته یا ندانسته طرفدار امی دیدگاه نه. عیسی از دین خود میگه، عیسی با دین خود، موسی با دین خود، بز از پای خود کشار است، گوسفند از پای خود کشار است. تو آدم خوب باش، برو داخل خانقاه شوا خوبم تو هایی هوی که دیگه چی کار داری که مردم بهترین خوب آدم هست تو. یعنی مفهوم چرب شدگی سیکولاریسم به عنوان دین. به همین خاطر شما کتابی که پالیسی سیاست خارجی امریکا را معرفی میکنه اگه خوانده باشین، اونجا خیلی واضح میگه غربیا، میگه ما از جریانات تصوفی در جهان اسلام باید حمایت بکنیم. چرا حمایت؟ چون به خاطر از که اونا مسلمانای خوب هستن. میگه به خاطر است که گپی را که ما میگیم اونا میگن. مثلا میگه که ما دموکراسی میخوایم و دموکراسی از نوع خودش تعریف میکنن، نه دموکراسی ما رو میگه هم قبول نداره. یا مثلا میگه درست از وقتی بر علیه ما حمله شد قرضاوی مخالفت کرد 11 سپتامبر، اما امی قرضاوی هم میگه وقتی ما در عراق افغانستان هستیم امی هم بر علیه ما فتوای جهاد داد. کتی میانه رو هم جور نمیم. یعنی اگه کوتا هم بیایی غرب میگه نه تو یگان بستگی‌ها که تو رادیکالا داری، کتا تو هم جور نمیای. اینا هم میگه به می خاطر با وجود از اینکه خونیا بیچاره در مصر خیلی تنزل کردن بازم غرب اجازه حکومت برشان نداد. با انقلاب با کودتای نظامی دولتشان سقوط داد و فعلا هم تا الان زندانی هستن و حتی حکم اعدام برشان داده. باز میگه یک دیگه کسایی هستن که فقط خود مسلمان میگن، هیچ چیزی از اسلام نداره، میگه اینا هم در جامعه اسلامی به درد نمیخورن. یک دیگه کسایی که میگه اونا خود مسلمان میگن، در امور سیاسی و اینا دخالت نمیکنن و رنگ ابا و قبایشان هم برابر است. خیلی واضح نام میگیره، میگه تصوف. این میگه باید حمایت شود. دقت کردین خیلی واضح ایده. من نمیگم خود صوفی صاحب نگن تو برای ما تهمت بزنید، خودم میکنم میگن دیگه. و سالانه یک مقدار مشخصی بودجه رسانه‌های آمریکا برای از اونها اختصاص میده. یکی از پر مصرف ترین کارهای دعوتی امیال داخل کشورهای اروپایی و آمریکایی هم مراکز است که مسجد برشان جور میکنن. دیده باشین نه؟ امامش هم یک تا زن تعیین میکنن و زن هم بدون حجاب میره نماز میده. بدون چادر. دیگه تو مسخره بازی بیخی. و یک دیگه کسانی که حداقل فعلا در دهان به نام نایفم رهبرای تصوف شناخته میشن، اونا هم در گیرودارها خیلی علنی و واضح که غربی ها ششت و خیز دارن به عنوان از که گویا ما مبارزین بر علیه افراطگرایی هستیم. البته معنی گپ این نیست که هر کس با نام تصوف گرفت همین رقم است. نه، ما هم در گذشته هم در حال کسانی داریم که منسوب به تصوف هستن، خوب اسلام هم فهمیدن. من اگرچه خطاهای هر انسان داره، مبارز هم بودن، طرفدار نظام اسلامی هم هستن، مبارزه هم کردن، جهاد هم کردن، هم در گذشته هم در حال. دقت کردین؟ فعلا هم هست. اما این گپی که او غربی ها میگن، ما از غربی ها گپ نقل میکنم. همین فعلا هم ما کسانی داریم که به اصطلاح صوفی هم هستن، اما همون تعریفی که امریکایی ها از رادیکال ها مطرح میکنن در مورد از اونها صدق میشه. دقت کردین؟ یعنی منصف آدم باید باشه، خود قضاوت ظالمانه نباید بکنه. و بله یک کسانی هستن که همین و سوء استفاده میشه از اونها در توسط استعمارگرا. البته یک نکته دیگر هم نباید انکار بکنیم که از دیگه جریانات هم سوء استفاده های میشه. دقت کردین؟ خب ما کسایی هم داریم به عنوان داران پیروی از منهج سلف هم که امو کار را میکنه که یک دی از صوفی های دین فروش بر غرب میکنه، یک دی از کسانی به عنوان سلفی ها اینا میکارا میکنن. نه ما چقدر کسایی داریم که هیچ هم و غم دیگه نداره بجز دفاع از نظام های غیر اسلامی. دقت کردین؟ خودشان به عنوان مخالفت با افراط در دفاع از نظام های غیر دینی افراط میکنن. و بله کسایی هم داریم که در مقابل نظام های افراط میکنن. یعنی وضعیت امروزی جهان اسلام بیخی در هم بر هم شده، به حد در هم بر هم شده که گفته ایران هیچ چیز سر جایش باقی نمونده. یک جنجالک گدوت شده و انسان وقتی یک علم دقیق هم نداشته باشه برش حل معماها دقیق نمیشه. به خاطر خیلی از جوانان را آدم میبینه که در یک تشنج بسیار شدیدی فکری کت خودن. متوجه هستین؟ این کت خود در یک چون نمیتونن مفاهیم کامل حل شود برشان، در یک جای یک چیز میبینن، دیگه جای دیگه چیز میبینن. اما انسان که یک علم و دانش و یک مطالعه دقیق داشته باشه خیلی ساده میتونه این معضلات حل بکنه. به هر ترتیب از مفاهیم